قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 62. اثری تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. بخارا یکی از مرکزهای کلانترین هنرمندی و تجارت بود. تمام ولایت بخارا در معاملات پولی و مالی فعالانه شرکت می کرد. چطوری در بالا هم قید کردیم، حتی در بسیار دهه‌های اطراف بخارا استحصال مال رونق و رواج تام داشت. ولی استحصال مال در تمام ناحیه‌های آسیای میانه برابر ترقی نکرده بود و در همه جایها مناسبت‌های پولی و مالی به یک درجه رونق یافته بود. در اکثر ولایت‌ها، علل خصوص ولایت‌های از مرکز دور، برای رواج خراج پولکی یگان زمینه ریالی وجود نداشت. آن معلومات کنکریتی که در دست داریم فقط به ولایت مترقی بخارا دخل دارد. در اساس معلومات یک ولایت درباره تمام آسیای میانه حکم برآوردن کاری درست نیست. فقط همین را انیق گفتن ممکن که در ولایت‌های گوناگون آسیای میانه خراج به نمودهای گوناگون گرفته می‌شد. در عصرهای 9-10 گروه اساسی استحصال کنندگان بی‌واسطه به دو تقسیم کرده می‌شدند: دهقانان جماعتی و دهقانان اجاره کار. عموماً گیریم فرق بین آنها طرف ناعیان می‌گردید، زیرا نه فقط دهقانان بی زمین بلکه دهقانان کم زمین هم زمین را به اجاره گرفته چار یک کار می شدند. در ادبیات عاید به تاریخ چنین عقیده اظهار شده بود که در شرق اجاره دادن زمین شکل اساسی استثمار دهقانان بوده. خودی دهقانان اجارهگیر در زراعت سیمای اساسی به شمار می رفت. ولی اگر فکت ها را به نظر گیریم، باید اقرار کرد که در شرایط کنکریت آسیای میانه عصرهای 9-10 چگونه وزن و موقع داشتن جماعت و اجاره دادن زمین هنوز مورد تدقیق قرار نگرفته است. شکل‌های معمولی استثمار فیادلی، خیلی افزودن رنته فیادلی زمین، در یک سال 2 بار خراج سالانه ستاندن، رونق و رواج اقطاع و طعمه، اجاره دادن زمین و غیره که در عهد سامانیان وجود داشت، باعث همین گردید که اهل سیرشماری مهنت از زمین تماما محروم شده به تمام پابند زمینداران کلان شده ماندند. اهل مهنت، دهقانان و کاسبان زندگی قشاقانه به سر برده بیش از پیش خانه بردوش می شدند. سامانیان باشند از حساب خلق قصرهایی با شکوه، مدرسه هایی با دبدبه و مسجدهایی با کر و فر می ساختند و تمام خراجات آن عمارت ها را از اهل مهنت می ستاندند. همه این ظلم و بیدادی ها باعث چندین شورش و اسیان های مردم گردید که ضد ظلم طاقت گدازی فیادلی روانه شده بودند. هنوز خود اسماعیل سامانی در سال 1 حکمرانی خود شورش کلان دهقانان را پخش کرده بود. راجع به این شورش
نرشخی گفته است: و یکی از دزدان خلقی را به خود گرد کرده بود و از اوباشان و رندان روستا 4000 مرد جمع شده بودند و همه در میان راه میتند و برکت راه میزدند و نزدیک بود که قصد شهر کنند. شکی نیست که در اینجا سخن از شورش دهقانان می رود، ولی خودی نرشخی که مداح فیعدلها بود تابی شورش خلق نداشت و شورشگران و راهبران آنها را پایلوچان و راهزنان نامیده است. حیات کاسبان نیز بی نهایت وزنین بود. شاعری عربی زبان تاجیک ابو حتیم وراق که کسب کاغذسازی داشت، در پایان عمر خود بعد 50 سال کاغذسازی کردن با درد و الم از ناداری و بینوایی شکوه ها کرده گفته است: زیوراقی که شغلی پست و ناچیز است، ندارم روزگاری خوش زبون بختم، اگر زیستم چو مفلیس بینوازیستم، وگر مردم همانا بی کفن رفتم. ضدیت اساسی داخل دولت سامانیان از مبارزه دو صنف، از یک طرف دهقانان و کاسبان، از طرف دیگر صنف فیعدلها و طبقه حکمرانی آنها به میان آمده بود. اکثر وقت مبارزه صنفی که با بهانه اقتصادی، مثلا زیاد شدن خراج و غیره، سر میزد، به خود پرده‌ای می پوشید که آن زد و خوردی بین دین رسمی و بدعتها را افاده می نمود و گفتن لازم که مظلومان اساساً زیر بیرق همین گونه بدعتها به پا می خیستند. این گونه شورش ها در بخارا، سیستان، چغانیان و غیره شده بودند. در آمدی گپ قرمطیه هم یک شکل دینی اعتراض خلق بر ضد ظلم و استثمار بود. در ابتدای خود قرمطیه بسیار مذهب و فرقه های تا اسلامی و از جمله بعض عقیده های مزدکیه را هم در بر می گرفت. قرمطی ها طلب می کردند که در برابر وجود داشتن غلامداری مردم باید به طرز زندگی قدیمی دیهاتی بازگردند که در آن جماعه تمام اعضایان آزاد آن برابر حقوق می باشند. ترغیب برابری اعضایان آزاد جماعت به صف قرمطیه بسیار دهقانان را جلب نمود که آنها در زیر ظلم فیعدلها بودند. سببی در آسیای پیش با سرعت پهن شدن قرمطیه محض همین بود. در عصرهای 9-10 در آسیای میانه بسیار نهضت‌های خلقی را به فرقه قرمطیه می پیوستند. بسیار روشنفکران آن دوره‌ها قرمطیه را وسیله مبارزه ضد ظلم اجتماعی، وسیله برابری جمعیتی می دانستند. ولی قرمطیه از آغاز پیدایش خود پر از ضدیت بود و این ضدیت از یک طرف نهضت خلق بود به مقابل ترتیبات نوی فیعدلی، از طرف دیگر برآمد اعیان و اشراف فیعدلی به مقابل حکومت مرکزی. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، سفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. انجام تشکل خلق تاجیک. در همان دوره‌ای که حاکمیت در ماوراءالنهر و خراسان در دست سامانیان بود، تشکل خلق تاجیک انجام یافت. در شرایط نوی استقلال دولتی بسیار عنعنه‌های مدنی پیشتر باز تجدید گردیدند. ثروت‌های نوی معنوی از جمله نظم کلاسیکی که در تمام جهان اعتراف گردیده است به وجود آمد. هنوز خیلی پیشتر از آغاز وارد شدن عرب‌ها به آسیای میانه، با شرافت رونق و رواج ارتباط اقتصادی و مدنی بین ناحیه‌های گوناگون و دولت‌های علاهیده آسیای میانه
بدفعلی در شرایط مناسبت‌های مترقی خیلی رونق یافتنی شهرها روشن و واضح معین شده بود که بعضی خلقیت‌های آسیای میانه علل خصوص خلقیت‌های مقیمی میل دارند که در یک خلق متحد و متفق شوند. پروسس‌های اتنیکی که از دوره‌های قدیم در آسیای میانه جریان داشت باعث گردید که سغدیان، خوارزمیان، فرغانیان، تخاریان بر این خلقیت‌های گوناگون علاهیده پیدا شدند. هر یک از این خلقیت صاحب مدنیت خود بود. ولی چنین ادعا هم غلط می بود که مدنیت این خلقها هر یک تماما مستقل و مخصوص بود و با همدیگر مناسبتی نداشت. در عین حال آنها را یک چیزی تام نامیدن هم ممکن نیست، زیرا هر یکی آنها در خود از مدنیت کلانی که خاصی تمام آسیای میانه بود قسمی را تجسم می نمود. زبان این خلقیت ها به زبان شرقی ایرانی منسوب بود، ولی موافق معلومات مأخذ ها در تخارستان 3 زبان بوده است. زبان محلی شاید شرقی ایرانی باشد، زبان تخاری و زبان ترکی. خود آن خلقیت ها از مردم مقیمی و کوچمنچی ترکیب یافته. کوچمنچیان همان کوچمنچیانی بودند که تا ابتدای میلاد بی استثناء همه طایفه های شرقی ایرانی بودند، از آن جمله همان کوچمنچیانی که به اتحاد طایفه های سکایی دخل داشتند. از عصرهای آخرین تا میلاد و از ابتدای عصرهای میلاد سر کرده به آسیای میانه در برابر آمدن گروه های ایرانی زبان این چنین قبیله های غیر ایرانی زبان از جمله قبیله های ترک زبان نیز آمدن می گیرند. علل خصوص فقط در دوره های خاقانی ترک به آسیای میانه خیلی زیاد قبیله های ترک زبان آمده مسکون گردیدند. از عصرهای 6-8 سر کرده ترک ها در تاریخ اتنیکی آسیای میانه مقام معینی پیدا کردن گرفتند. حدودی بین خلقیت ها یک چیزی رخنه ناپذیری مستحکمی کس ناگذر نبود، بلکه پروسسی از یک خلقیت به خلقیت دیگر گذشتنی عنصرهای گوناگون اوج تمام داشت. این پروسس نه فقط در بین خلقیت‌های به هم نزدیک، بلکه بین خلقیت‌های از یکدیگر دور، مثلا بین خلقیت‌های مقیمی و کوچمنچی هم به عمل می آمد. در آسیای میانه در طول هزاران سال کوچمنچیان به طرز مقیمی حیات گذشته زراعتکار می شدند. به ترکیب آن مردمی داخل می شدند که در دیه و شهرها زندگی می کردند. همین جهت هم خیلی مهم می باشد که خلقیت‌های گوناگون زبان با همدیگر همسایه شده ارتباط زیچی مدنی، اقتصادی و اتنیکی برقرار می نمودند. همه این باعث آن می گردید که بیلینگویزم جزئی و یا خود پره به وجود می آمد. خلقیت زبان اصلی خود را گم می کرد. در شکل و اصول و نمودهای گوناگون عنصرهای خواجگیداری و مدنی و یا خود تمامی کامپلکس مدنی و خواجگی را قبول می کرد. شکلهای متقابلی اکلتهای خواجگی را برپا می نمود و غیره. میخانیزم و این چنین وریانت های این گونه مناسبتی طرفین خلقیت های آسیای میانه را زبانشناسان و اتنوگراف ها نقص تحقیق کردند. به طفیل این تحقیقات چنین حادثه های عجایب و غرایب به نظر می رسند. مثلا هر دوری های تاجیک زبان که طرز حیات و مدنیت ازبیکانی کوچمنچی را از خود نمودند و یا قبیله اصلا کوچمنچی ترکی زبانی ترکی در ناحیه های کولاب مسکون گردیده به طرز حیات مقیمی گذشتند و زبان اصلی خود را فراموش کرده به زبان تاجیکی گپ میزنند. شکل‌های گوناگون و عجایب بیلینگویزم در بین تاجیکان چوست و بخارا هم به نظر میرسند. شکی نیست که نکاح بین خلقیت‌ها
و دورگه شدنی مردم جای داشت و در این باره مأخذهای خطی هم شهادت می دهند. ولی مردم اساسی آسیای میانه به یک نژاد، به نژاد ماوراءالنهری یا خود به نژاد پامیر و فرغانی منسوب می باشند. این یکی از کلانترین شاخه های نژاد اروپایی بوده. آن را آنتروپولوگ های سویتی اشانین و یارخا و بعضی دیگران کشف نموده خصوصیت های آن را مقرر نمودند. این تیپی آنتروپولوژی چنین نشانه و علامت ها دارد: طرح روی پهن نبوده بلکه کمی به پیش برجهیده است و خیلی سیر موی می باشد. استخوان رخساره ها عیان نیست و خودی روی هم رفیده شکل نمی باشد. اندازه بینی نه کلان و نه خورد، تیغداری خوش طرح، بینی اکثری پامیری ها منقار شکل. رنگی چشم ها اساساً سیاه، ولی دیگر رنگ ها هم هست. موی ها هم اساساً سیاه. اگر به طرح کاسخانه سر از بالا نظر کنیم گرده می نماید. از اینجاست که نژاد را برخیتسیفال ها یعنی کله کلوله ها می نامند. نمایندگان این نژاد اساساً میان قد 166 167 سانتی متر می باشند. به نژاد ماوراءالنهری تاجیکان، تازه ترین نمودی ظاهری نژاد آنها در سیمای تاجیکان کوهستان و ناحیه های درآمدگاه پامیر باقی مانده است و ازبک ها منسوب می باشند. ولی در سیمای ازبک ها علامت های نژاد مغول خیلی عیان به نظر می رسد. درباره پیدایش این نژاد چند فرضیه هست. موافق یکی از این فرضیه ها نژادی مذکور در نتیجه آمیزشی چند نژادی تیپی اروپایی پیدا شده است که در دوره های خیلی قدیم در آسیای میانه مسکون بودند. موافق دیگر فرضیه نژادی مذکور نتیجه انکشاف و تکمیلی یکی از آن نژادها می باشد و این پروسس در ابتدای هزاره یکم میلاد جریان داشت. بعضی آنتروپولوگ ها این سنه را خیلی دورتر بردند. در میانه های هزاره یک میلاد آمدی طایفه های ترک و دیگر قوم های مغول نژاد خیلی زیاد می شود. ولی در مرحله اول مغول شوی سیمای نژاد نسبت به پروسس ترک شوی زبانی آن خیلی سست‌تر بود. در دوره های من بعدی تاریخی انکشاف و تکمیل نژاد ماوراءالنهری دوام داشت و الحال آن خیلی دیگر گشته است و در هر یک ناحیه های سکونت مردم صاحب خصوصیت خاص می باشد. این تغییر و دیگرگونی ها نتیجه پروسس های گوناگونی تکمیل و انکشاف چندین عصری، نتیجه آمیزش و یا خود برعکس جدایی مردم می باشد. در آسیای میانه در دوره های ابتدای اصطلاح عرب ها سغدی، فرغانی، خوارزمی، هیتاری بر این زبان های شرق ایرانی پهن شده بودند. زبانی پارتی که به دایره زبان های غربی ایرانی منسوب است در اولهای عصرهای 5-6 در خاک ترکمنستان جنوبی و خراسان عموماً برهم خورده بود. زبان امروزه تاجیکی از زبانهای غربی ایرانی می باشد. به عقیده زبانشناسان اساس آن لهجه جنوب و غربی فارس است که آن بعدتر به طرف شمال و شرق پهن شده بسیار عنصرهای زبانهای گروه شمال و غربی از جمله عنصرهای زبان پارتی را هضم می نماید و بالآخر در این زبان علامت و خصوصیت‌های بسیار لهجه‌های غربی ایرانی با هم آمیزش می‌یابند. نوشتجات فارسی انیخترش فارسی میانه عصرهای 7-8 که در قریبی مرو یافت شد روشن دلالت می‌کند که در این دوره در این جایها با زبان فارسی تاجیکی که آن را زبانی فارسی دری یا خود زبانی فارسی هم نامیده اند حرف می زدند. موافق معلوماتی پر ارزشی الجهشیاری تا خود سال 742 در خراسان خط فارسی را کار می فرمودند.
احتمال این خط در اساس حروفات پهلوی ترتیب یافته بود و ضمناً کاتبان را مغان می نامیدند. موافق روایت المقفع و مقدیسی هم چنین برمی آید که در نیمه اولی عصر 8 در بلخ زبان فارسی پهن شده بود. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت تاپریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. الکی در عصرهای 7-8 موقع و مقام این زبان در شمال و شرق ایران، شمال افغانستان، جنوبی آسیای میانه و از جمله در جنوبی تاجیکستان خیلی مستحکم شد. در این باره غیر از معلومات المقفع که در بالا ذکر شد، این چنین معلومات های زیرین شهادت می دهند. معلومات خای چاو درباره وجود داشتن زبانی مخصوصی تخاری، معلومات تبری راجع به آنکه اهل تخارستان شکست عرب ها را مسخره کنان هجویه ها می سرودند و نهایت معلومات تپنیمیکا. در اثرهای عالمان اثرهای 8-10 زبان تاجیکی با خراسان از جمله با بلخ الحاق کرده شده است. از احتمال دور نیست که محض در همین دوره، یعنی در دوره پیش از اصطلاح عرب، مهمترین خصوصیت‌های آن زبان تشکل یافته بود. سبب‌های گوناگون سیاسی، تعقیب کرده شدن مدنیت محلی، همه این ناسازی‌ها پیش راه انکشاف من بعدی زبان‌های سغدی، خوارزمی و دیگر زبان‌های شرق ایرانی را گرفته بودند. در عین زمان در این دوره کوچاکوچ مردمی زیادی که اکثری آنها به زبان فارسی گپ می‌زدند خیلی اوج گرفت. زبان فارسی از مرو، بلخ و دیگر مرکزهای مأموری، اقتصادی و مدنی خراسان شمالی به تمام ماوراءالنهر انتشار یافته با تدریج جای زبانهای شرق ایرانی آسیای میانه، سغدی، تخاری، باختری را گرفت. برای علم تفصیلات این پروسس و شرایط عمیق جریان آن تاریک است. احتمال زبان فارسی چندین عصر پیش از اصطلاح عرب‌ها به آسیای میانه برابری مانویه آمده باشد. انیق معلوم که در مرکزهای کلان آسیای میانه، مثلا در سمرقند در عصرهای 6-7 جماعت‌های کلان مانویان عمل می کردند. ما اساس داریم ادعا کنیم که در جماعت‌های مانویان اینجا هم چون در جماعت‌های مانویان ترکستان شرقی به زبان فارسی گپ می‌زدند. اصطلاح عرب‌ها به هیئت خلافت داخل کرده شدن ماوراءالنهر، جانناک شدن رابطه اقتصادی و مدنی ماوراءالنهر با دیگر ولایت‌های خلافت، پهن شدن اسلام، همه اینها هم پروسسی در ماوراءالنهر پهن شدن زبان فارسی را خیلی تیزانیده می توانست. پیش از همه باید گفت که در هیئت لشکری عرب‌ها که ماوراءالنهر را استیلا کرد، بسیار آدمان غیر عرب هم بودند که آنها را مواری می نامیدند. مواریان آن مردمی بودند که زیر تسخیر عرب‌ها مانده اسلام را نیز قبول کرده در حمایت یکی از قبیله های عرب بودند. در لشکر ولیان خراسان که به اصطلاح ماوراءالنهر راهبری می کردند، این گونه موالی ها زیاد بودند و اکثر آنها از خود خراسان می شدند. این موالی های فارسی زبان جاه و دولت طلب حریص و زرخرید که اسلام را آورده بودند، با جد و جهد تمام ماوراءالنهر را تسخیر نموده در ولایت های اصطلاح شده اسلام را زورکی جاری می کردند. البته در این گونه شرایط حدود انتشار زبان را به حدود پهنشوی خلق برابر کردن لازم نیست، زیرا معلوم که حدود پهنشوی زبان خیلی وسیع‌تر می شود
مثال کلاسیکی این حادثه تاریخی در اروپای غربی پهن شدن زبان لاتینی است. موافق روایت حدیث‌های زبان فارسی در همان دوره‌ها و ذاتاً در دوره‌های ثانی‌تر هم وسیله مهمی ترغیب دین اسلام بود. به قول نرشخی اصریده در یک مسجد بخارا که سال 713 بنا شده بود، قرآن را به زبان فارسی قرائت می کردند. چون این حادثه معلوم که سال 728 یکی از واعظان دین اسلام از ترغیب دین در سمرقند فقط به همین اساس دست کشیده است که زبان فارسی را به خوبی نمی‌دانسته است. اینش هم معلوم که هم در پهن شدن دین اسلام و هم در پهن شدن زبان فارسی سبب‌های اقتصادی هم خیلی مهم بودند. مثلا قبول اسلام، کسی اسلام آورده را از بعضی اندازها آزاد می کرد. رابطه های سیاسی، مدنی و اقتصادی بین ماوراءالنهر و خراسان و دیگر ناحیه های ایران، تاجران و کاسبان شهرهای سغد را وادار می نمود که زبان فارسی را از خود کنند. البته پروسسی به زبان فارسی گذاشتن اهالی سغدی زبان ماوراءالنهر پروسسی طولانی بود. از قیدهای سیاح خیتای 31 زن که سال 630 سراسر آسیای میانه را گشته بود، دیده می شود که نام سولی یعنی سوخت به تمام کشوری ناپیدا کنار از خودی سویاب وادی دریای چو سر کرده تا خودی کیش شهر سبز حاضره یعنی اندکی جنوبتری سمرقند نسبت دارد. یعنی هم زبانی مردم این کشور و هم خط آن سوختی بود. چطوری می‌بینین؟ در ابتدای عصر 8 زبان سوختی نه فقط در خاک خودی سوخت، وادی زرفشان و ناحیه‌های اطرافی آن، واحه قشقدریا و غیره، بلکه در خاک 7 رود نیز پهن شده بود که آن جایها را سوخدیان فعالانه تسخیر می‌کردند. باز یک اثبات آن که اهل وادی زرفشان در چاریک اولی عصر 8 هنوز به زبان سوخدی گپ می زدند، خودی همان حجت هایی می باشند که از قلعه موخ به دست آمده بود. تدقیق این حجت ها نشان داد که تمامی مکاتبه دیوشتیچ و دیگر فیعدل های سوخت به زبان سوخدی برده می شد. مکتوب هایی که از نام دیوشتیچ فرستاده شده بودند و تمامی مکتوب هایی که به نام دیوشتیچ می آمدند به زبان سوخدی نوشته شده. نرشخی یک واقعه عجیبی را آورده است که به دوره اصطلاح عرب ها تعلق دارد. اصطلاحگران اهل بخارا را برای خواندن نماز مجبوراً به مسجدی می بردند که سال 713 ساخته شده بود. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. از بس که بخاریان یا خود یک قسمی بخاریان در آن وقت نه زبان عربی و نه زبان فارسی را می دانستند، به این سبب در قفای نمازخانها یک آدمی مخصوص می ایستاد و به زبان سوخدی لقمه می داد که کی به سجده روند، کی از جای خیزند و عموماً آداب نماز را چگونه به جا آورند. شما گفتار 62 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقولов خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.